اولا لولا علي لما بقي الاسلام. وعلي مات وبقي الاسلام. امشي اهبل، يلا يا راجل يا عبيط، يلا يا راجل يا عبيط. اولا شعور داشته باش کسی باهات حرف میزنه این ور اونور نگاه نکن. دوما خب که چی میخوای چی بگی؟ میخوای بگی چون که بعد از شهادت امام علی اسلام باقی موند پس امام علی هیچ کاری برای اسلام نکرد. اگه به حرف تو باشه در مورد پیامبر هم این حرف مزخرف تو صدق میکنه. میتونیم بگیم چون که بعد از شهادت پیامبر دین اسلام باقی موند پس پیامبر هم هیچ کاری برای اسلام نکرد، در صورتی که خود پیامبر دین اسلام را از طرف خداوند آورد. این خیلی ساده است ولی چون که تو احمقی این حرفا رو نمیفهم. سوما بله اگر جنگاوری، عدالت و شجاعت امیرالمومنین نبود اصلا دین اسلامی وجود نداشت. کدوم یکی از بزرگهای شما شجاع بودن، دلیر بودن، کاری برای اسلام کردن؟ فلانی که مثل بز کوی از جنگ فرار کرد، یا مثل فلانی که تو جنگ احد فرار کرد بعد از 3 روز برگشت، همه خیال می‌کردن کشته شده. اینو بدون اگر علی ابن ابی طالبی نبود دین اسلامی وجود نداشت. لا یوجد حکمت فی رأسک التکفیری الکفور.